سال ترقیات، زیبایی به درجه عالی برداشته شده است. با همین رهبری دولتمان هزارها منتدار هستیم که با ما جوانان، با ما استادان، با ما دانشجویان همه شرایط ها را فراهم کرده ایستادند. اینقدر زیبایی، اینقدر آبادی خود از خود نمیشد. در ضمیر این هم یک چقدر مهنتی پرثمر، مهنتی بسیار سخت ایستاده است. برای همین هم ما استادان، ما دانشجویان، ما فقرای همین وطن دایم در خدمت همین خلق هستیم. میخواهیم وطنمان از این هم آبادتر گردد، میخواهیم وطنمان از این هم زیباتر گردد، در عرصه بین المللی جایهایی از همه پیش قدیم به سزاوار گردد. در حقیقت این وطن منزل و مکان است که ما تولد شدیم، زیستیم، زندگانی کردیم و مهنت کرده ایستادیم. امروز ما فرزندانمان را، شاگردانمان را هم در همین در جایب همین وطن دوستی، ملت دوستی تربیت کرده ایستادیم. با همین جشن 34 سالگی استقلالیت وطن همه هموطنانم را تبریک و تهنیت میگویم. الها همین استقلالیتمون بردوام باشد. الها همین با همه همین خلق و ملتمون 100 سالگی 200 سالگی های همین استقلالیت را جشن گرفتن به همه نصیب گردد. زنده باد استقلالیت، زنده باد آبادی، زنده باد وطن. وطن ای جان، وطن ای دل، وطن ای سرزمین گل، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما، بهشتی ما.